چقدر مهر. و الصحابه رضوان الله علیهم كانوا، صحابه ها الله تعالی از آنها راضی شود، ملء الکف من الدقیق او السویق او التمر، مهر میدادن به زنهاشون پوری کف آرد یا حلوا یا خرما. یعنی یک کف خرما هم داده بودیان به مهر، یعنی 1 کیلو هم نمیشد. 1 کیلو اگر $2 یا $5 هست، یعنی چیزای معده هم میدادن. جابر ابن عبدالله رضی الله عنهما میگن که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که من اعطا فی صداق امرأة ملء کفیه سویقا او تمرا فقد استحل. روایت ابو داود. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که کسی که برای مهر یک زن ملء کفیه، پوری 2 کفش، یعنی 2 کفش پر کرده، حلوا دهد یا خرما دهد، هم همون زنه که حلال کرده است. یعنی این قاعده شریعت هست، باید مهر دهید. ببینید پوری 2 کف، 2 کفتون پر کرده آرد یا گندم یک چی دیدم، همین مهر کمترینش به جا میبیاد. حضرت سعید ابن مسیب سیدی تابعین بودن، دخترشون به 2 درهم دادن. 2 درهم تقریبا 6 گرم نقره میشد، یعنی 50 سومون نمیشد، یعنی این اطرافا 50 سومون یعنی $5. همین به دادیان دخترشون به یک طالب علمی که زنش میمورد، شاگردشون، میگن که برای چی چند روز است درس نیستی؟ میگه زنم وفات کرد. زنت وفات کرده باشه کن بیزن میشینی؟ میگه من کی زن میتیه آدمی 2 درهم داره؟ من 2 درهم همگی در بیساتم پول داره کی میتیه؟ من میتیم. افته دخترشون در مسجد نبوی، در مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم، داماد ابو هریره بودن خودشون، دختری ابو هریره گرفته بودن، راوی اسلام دخترشون به همین یک شاگردشون که زن مرده هست دختری خانه دادن به 2 درهم، به توی به هیچی. مختصر منهاج القاصدین ده امام مقدسی ذکر کردن. و عن عائشه رضی الله عنها ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ان اعظم النکاح برکتا ایسرهن مؤونتا. حضرت عایشه گفتن که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که مبارکترین زنها زنهایی که صداقشان کم است، یعنی مهرشان کم است. روایت احمد. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم یک صحابه رو دیدن که یک دختری انصاری گرفته است، گفتن که انظرت الیها، و این زنی گرفتگی نگاه کردی؟ یعنی به چشم رویش یا مراتب نگاه کردی؟ نگاه کنید تا که فإن فی عیون الانصار شیئا، چشم انصاریان یک چیزی هست. گفتن پیش از زن گرفتن یک بار نگاه کنید، یعنی نگاه کردن بر روی رخسار و چهرهش اجازت هست. کلون داماد بیند یک درکشه، نادیده کلین نکنید. بعد گفتن که علا کم تزوجتها، به چند پول خانه دار شدی؟ چقدر مهر دادی؟ گفت که 4 عواقین، 4 عواق نقره دادم یا رسول الله. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه شما نقره رو از کوه تراشیده می آیید؟ ما گفتن برای تو نمیتونیم این قدر مهر داده. ایست گفتن حالا یگان خیر شود یا به فلان جا میفرستانم. گفتن این دلالت میکند که این آمده است تا اینکه مهرش از پیامبر صلی الله علیه و سلم یاردن پرسد. این دلالت میکند که آدمی زنگیر به برای مهرش یا برای تویش دستگیری کرده میشد، یاردم کرده میشد. و قدر امکان یک چی دهتون، یار و دوستا خویش و تبارها، تا اینکه همین برادر زن گیرد. روایت مسلم. و حضرت عمر هم گفتن که در مهرها غلوب نکنید تا قیمت مهر نتیتان. اگر این در دنیا آبرو باشد یا تقوا در نزد الله باشد، پیامبر صلی الله علیه و سلم به این سزاوارتر بودند. ما استق رسول الله صلی الله علیه و سلم امرأة من نسائه ولا استقت امرأة من بنات اکثر من 12 اوقیه. پیامبر صلی الله علیه و سلم یگان زنک به مهری از 12 اوقیه زیاد ندادن. دختراشون از همه دخترای با نسب با شرف، دختری محمد صلی الله علیه و سلم، دختری محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، مثلا یگان تی آنهای مهرش از 12 اوقیه بلند نبود. این روایتی هم ترمذی و نسائی و ابو داود و ابن ماجه و احمد، حدیث صحیح است. امام ترمذی گفتن که والاوقیه عند اهل العلم 40 درهم، یک اوقیهش در نزد علما 40 درهم است. خب و
12 اوقیه یعنی 400 درهم 480 درهم میشد گفتیم 480 درهم یعنی زیاد و زیاد اطراف $1000 از همه قیمتاش همین است. حدیثی صحیح است. در همین قدر عاید مهر کفایتی میکنیم برادر عزیز. این صحبت هایی که حالا شنیدید، عاید توی، عاید فضیلت خانه‌دار شوی و مقدار مهر، این دلالت میکند که شریعت ما برای ما آسانی را میخواهد، برای ما دشواری را نمیخواهد. از ما میخواهد که ما حلال و پاک زندگی کنیم، جفتی پاک داشته باشیم، زندگی حلال داشته باشیم. بنابراین کسانی که تا امروز خانه‌دار نیستید، بعد شنیدن این سخن در حال از پس جستجوی همسری پاک یا شوهری پاک، جفتی پاک برای خودتان و برای نزدیکانتان کوشش کنید. کسی بی زن است، زن تیتان، کسی بی شوهر است، به شوهر تیتان. کوشش کنید مردم خانه‌دار کنید و این فضیلت نکاح و این تاج فضیلت است. علامه بکر ابو زید ذکر کردند نکاح ازدواج تاج فضیلت است، یعنی بهترین عملهایی که شرف و آبروی فضیلت انسان و عائله انسان نگاه می‌دارد نکاح است. نکاح که کردید از زنا دور میشید، از بی آبرویی دور میشید، حمایه میکنید شرف و آبروی و پاکیگری و عفت خود را. الله تعالی برای هر یکی ما و شما، برای جمله مسلمان ها توفیق بندگی، توفیق طاعت و پرهیز از معصیت کرامت فرماید. آمین یا رب العالمین.